هنر مدرن و یه رنگی از اصالت ایرانی واردش کردم. بخشی از تابلو بشه، یعنی فقط در حد رنگ نمونه، بتونم سه‌بعدیش کنم، بکشمش بیرون و از پودر مخمل استفاده کردم. پودر مخمل امروز خیلی طرفدار داره، توی بچه کالیگرافی هم بیشتر طرفدار داره، ولی من اومدم توی نقشای قالی استفاده کردم که بتونم اون قالیه رو نیام خود قالی رو ببرم و بچسبونم، خود نقش قالی رو بکشم بیرون از تابلو. برای حضور تو بازار امارات همینجوری که شما یه سبک اینور انتخاب کردی، بعد سبک کسایی که توی امارات میخوان از ما خرید کنن هم بتونیم داشته باشیم، یعنی بیشتر باید رو سلیقه اونور کار کنیم. ما یک گروهی رو می‌خوایم راه اندازی کنیم از همکاری بچه‌های هنر که هر آنچه که آثاری که با عشق خلق کردن و در واقع در اتاق‌ها داره به نمایش گذاشته میشه، در واقع تو گوشه‌ای مونده که دیده نمیشه، ما اینا رو کالکت کنیم و بتونیم در عرصه بین‌الملل براشون مشتری جذب کنیم و بتونیم بچه‌ها رو در واقع پرزنتشون کنیم که از هم اونا به آنچه که لایقش هستن برسن، هم ما بتونیم یه همکاری گسترده‌ای رو با بچه‌های هنر داشته باشیم.